سلام بر شما. سرخط خبرها. گسترش روابط اقتصادی ایران با آسیای مرکزی، محور رایزنی‌های رئیس جمهور در ترکمنستان و قزاقستان. تجارت میان دو کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم. روایتی تازه از اعتراف به شکست، اذعان رسانه صهیونیستی به سنگین‌ترین خسارات وارده از حملات ایران. و پیشبینی صید بی سابقه ماهیان استخوانی در گلستان، ثمره رهاسازی 90 میلیون بچه ماهی در رودخانه ها. این سفره خدا بی‌منته. امسال نسبت به سال قبل خیلی خوبه. امسال خدا شکر اول که خوب بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 8 صبح خوش آمدید. رئیس جمهور برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی صلح و اعتماد با استقبال رسمی رهبر ترکمنستان وارد اشخابات شد. آقای پزشکیان در بدو ورود با نخست وزیر میانمار دیدار و گفتگو کرد. پیش از این در سفر رئیس جمهور به قزاقستان 14 سند همکاری بین مقامات دو کشور امضا شد. رئیس جمهور همچنین در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و قزاقستان با اشاره به ظرفیت بالای ترانزیتی راهگذر قزاقستان، ترکمنستان و ایران برای توسعه همکاری‌های ترانزیتی گفت دیدگاه‌های مشترک دو کشور به تحقق این هدف کمک ویژه‌ای خواهد کرد. توافق کردیم که حجم تجارت میان دو کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم. در این راستا ابتکار ایجاد خانه تجارت قزاقستان در شهر تهران اهمیت فراوان دارد. دولت ایران حمایت کامل خود را از فعالیت‌های قانونی و شفاف اقتصادی بخش خصوصی اعلام می‌دارد و آماده است تا موانع اداری بانکی را با همکاری دوستان قزاق برطرف نماید. ملاقاتی که امروز دو تا رئیس جمهور داشتن یکی از جدی‌ترین برها ملاقات‌هایی بود که من تا الان دیدم بین سران این دو کشور. یه لیست بلند بالایی از حوزه‌های همکاری بین از سوی دو طرف مطرح شد و در یادداشت‌هایی که امضا میشه هم خودشون نشون داد. ما 14 یادداشت رو به اصطلاح امضا کردیم بین دستگاه‌های مختلف. بخش خصوصی هم که الان میریم اونها هم به همین ترتیب اسناد خوبی رو امضا کردن. من خیلی فکر می‌کنم این سفر بسیار خوبی بود از جهت حوزه‌های مختلفی که در بر گرفت برای همکاری. مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از ورود رسمی LPG به سبد سوخت کشور طی روزهای آینده خبر داد. آقای رحمان سالاری تاکید کرد در هفته پیش رو فراخوان ثبت نام برای متقاضیان تبدیل خودرو از بنزین به دوگانه سوز LPG منتشر خواهد شد. این امکان به مالکان خودروها اجازه می‌دهد با تبدیل قانونی از مزایای سوخت LPG بهره مند شوند. در روزهای آینده هم LPG به صورت رسمی وارد سبد سوخت کشور میشه. LPG هم مثل CNG یکی دیگه از سوخت‌ها هستش، گاز مایع هستش که اینم به عنوان یکی از سوخت‌های جایگزین در بخش حمل و نقل سبک کشور وارد سبد سوخت میشه. ما طی روزهای آینده این فراخوان رو اعلام می‌کنیم و متقاضیانی که میخوان خودروشون رو به LPG سوز تبدیل کنن باز با مراجعه به سایت تبدیل ناوگان شرکت ملی پخش ثبت نامشون رو انجام میدن. در پنجمین روز از فعالیت سامانه بارشی، بخش‌های گسترده‌ای از خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و لرستان ابری و بارانی شد. پلیس راهداران و امدادگران هلال احمر در محورهای کوهستانی و گردنه‌ها در هوای سرد مستقر شدند تا خدمات رسانی و امداد به مسافران را تضمین کنند. در دامنه‌های البرز، سواحل خزر و مناطقی در شمال غرب و مرکز کشور هم بارش‌های پراکنده برف ادامه دارد. الان که عالیه دیگه، آبادان بهترین هوا رو داره داخل این فصل. دو روز سالا بارون خوبی داره میباره. خدا رو شکر.
نعمت فراوونی. خیلی خوشحال شدم امروز که صبح بلند شدم دیدم بارون میاد. از موقعی که بارون میباره من و مامانم اومدیم زیر بارونه یه چند قدم بزنیم، هواش خیلی خوبه. خوشحالیم که امروز برف زده، اومدیم بیرون آدم برفی درست کنیم. خدا را شکر میکنیم، ما کشاورزا لذت میبریم هر وقت بارندگی میشه. نعمت بزرگی بود این بارون، ما از این بارون لذت بردیم. کشاورزانی که از این طریق نان میخورن. محورها کاملا لغزنده هستند و کسانی که قصد تردد به حوزه استان فارس در محور اقلید و استان یزد را دارند از این جاده حتما باید تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ، بخاری و همچنین برف پاک‌کن خودروشون رو کنترل کنند. سازمان هواشناسی از ادامه بارندگی در کشور طی روزهای آینده خبر داد. کارشناس هواشناسی در استودیو همراه ما هستند. آقای زرابی سلام. امروز در کدام استان‌ها شاهد بارندگی خواهیم بود؟ به نام خدا، سلام بر شما و بینندگان محترم. خب خدا رو شکر که بارش‌هایی که کشور رو در بر گرفت. من فقط یه توضیح مختصری بدم که در 6 ساعت گذشته میشه اشاره کرد به نوشهر با 66 میلیمتر بارندگی. اما در 24 ساعت گذشته برای تهران، یعنی بارشی که دیروز داشتیم تا صبح امروز، از ایستگاه مهرآباد 14 میلیمتر گزارش بارندگی داشتیم. خیلی از مناطق غربی، استان‌های ساحلی خزر بارندگی دارن و البته بارش‌ها همونطور که ملاحظه می‌فرمایید حالا با توجه به سرما و رطوبتی که در جو وجود داره در بخش‌هایی از شمال غرب و مرکز کشورمون خیلی تضعیف میشه، اما سامانه در حال خروج از مرزهای شرقی کشور برای بخش‌هایی از استان گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، مناطق شمالی خراسان جنوبی، همینطور بخش‌هایی از یزد، چهارمحال، بختیاری کوهگیلویی و بویراحمد در جنوب کشورمون هم در مناطق از استان‌های فارس، بوشهر و شرق هرمزگان، مناطق شرقی استان کرمان، بخش شمالی سیستان و بلوچستان شرایط برای ابری شدن هوا و بارش‌های پراکنده وجود داره. با خروج این سامانه بعدی که ملاحظه می‌فرمایید به تدریج از غرب کشور وارد میشه، بنابراین برای بخش‌هایی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و میشه بگیم بخش‌هایی از نیمه غربی به تدریج بارش‌هاش آغاز میشه و فردا اکثر نقاط نیمه غربی کشورمون با بارندگی همراه خواهند شد. این سامانه که خروج پیدا میکنه و این مناطق رو تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا یه توضیح مختصری هم برای پس فردا بگیم. عمدتاً روز یکشنبه استان‌های ساحلی خزر همونطور که ملاحظه می‌فرمایید و شمال شرق کشورمون با بارندگی همراه خواهند بود. آقای زوریان در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم آقای زرابی. بدون زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به جاده‌های کوهستانی سفر نکنید. جانشین پلیس راه کشور با اعلام این خبر که از ساعت 12 روز جمعه تردد به محورهای شمالی کشور با محدودیت روبرو خواهد بود گفت با توجه به بارش برف و کولاک در بیشتر نقاط کشور هموطنان از تردد غیر ضروری خودداری کنند. احتمال بارش برف و باران، مه غلیظ در محورهای کوهستانی، احتمال سقوط سنگ، کاهش دید افقی برای رانندگان وسایل نقلیه وجود دارد. لذا توصیه می‌کنیم رانندگان عزیز وسایل نقلیه حتما تجهیزات زمستانی بایمنی، به ویژه زنجیر چرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی را به همراه داشته باشند. زنجیر چرخ در این روزها جزء ملزومات سفر هست. لذا در محورهای کوهستانی در صورت بارش برف همکاران پلیس را اجازه تردد به رانندگان وسایل نقلیه فاقد زنجیر چرخ را نخواهند داد. حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در مسیر سمیرون به یاسوج. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت ساعت 6:02 صبح امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از تهران عازم یاسوج بود در جاده تنگ خشک منطقه بی بی سیدان سمیرون از جاده منحرف و واژگون شد. در پی این حادثه متاسفانه 3 نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند. اذعان رسانه عبری به بی‌سابقه بودن خسارات حملات ایران به سرزمین‌های اشغالی. روزنامه یدیعوت آهارونوت با اشاره به خسارات ناشی از حمله‌های ایران نوشت فقط در مدت 12 روز 56766 درخواست دریافت غرامت ثبت شده و مالیات بر دارایی به 2 میلیارد و 600 میلیون شکل رسید.
این روزنامه عبری زبان تاکید کرد این آمار برای جنگی که به 2 هفته هم نرسید بی سابقه است. در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونی، نیروهای مسلح کشورمان در حملات قدرتمند موشکی و پهپادی اهداف نظامی و امنیتی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت اظهارات صریح مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نبود اطلاعاتی مبنی بر ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران، ادعاهای ساختگی برخی کشورها علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تهران را به شدت تضعیف و عملاً رد می‌کند. ماریا زاخارۆوا گفت روسیه قدردان پایبندی ایران به تعهدات خود در چارچوب معاهده عدم اشاعه و توافقنامه جامع پادمانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام آمریکا را در تصرف شناور تجاری حامل نفت ونزوئلا در نزدیک سواحل این کشور مصداق بارز دزدی دریایی دولتی توصیف و آن را محکوم کرد. آقای بقایی تاکید کرد اقدام آمریکا بی‌اعتنایی آشکار به حقوق بین الملل و نقض فاحش اصول ناظر بر امنیت و ایمنی دریانوردی بین المللی است. سخنگوی وزارت خارجه افزود استناد به قوانین داخلی آمریکا و تحریم‌های غیرقانونی آن برای توجیه چنین اقدامی به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت غیرقانونی و مجرمانه این سرقت مسلحانه در دریا را تغییر دهد. آقای بقایی با هشدار درباره عواقب چنین رفتارهای زورمدارانه‌ای بر صلح، امنیت و تجارت بین الملل بر مسئولیت همه دولت‌ها و نهادهای بین المللی برای مخالفت با چنین اقدامات غیرقانونی و پاسخگو کردن آمریکا تاکید کرد. واکنش گسترده فعالان سیاسی و رسانه‌ای جهان به دزدی دریایی آمریکا در سواحل ونزوئلا. فعالان مجازی میگویند اقدام آمریکا در سرقت نفتکش ونزوئلا دروغ آمریکا در مبارزه با مواد مخدر را افشا کرده و ثابت می‌کند که هدف واقعی آمریکا فقط تصاحب نفت و به قدرت رساندن افراد دست نشانده آمریکا در ونزوئلا است. ساعاتی بعد از اعلام خبر توقیف نفتکش ونزوئلایی توسط رئیس جمهور آمریکا که به سمت کوبا در حرکت بود، دادستان کل آمریکا هم تصاویر این توقیف را در فضای مجازی به اشتراک گذاشت. وزیر امور خارجه کوبا هم در همان فضای مجازی نام این کار آمریکا را اقدام شنیع دزدی دریایی گذاشت. اقدامی که آبراهام مندتیا، تحلیلگر سیاسی مکزیکی آمریکایی، آن را تایید حقانیت ونزوئلا می‌داند. قوی‌ترین روایت از سوی ونزوئلا این است که آنها به دنبال سرنگونی آن هستند، چون نفت ونزوئلا را می‌خواهند. آمریکا این را تایید می‌کند. و مارک وارنر، نماینده مجلس سنای آمریکا، اثبات دروغ رئیس جمهور کشورش. اونا که میتونن یه نفتکش رو توقیف کنن، نمیتونن یه قایق مواد مخدر رو توقیف کنن. مانند سزار بیوندینی، سیاستمدار آرژانتینی که جنگ علیه مواد مخدر ترامپ را نمایش مضحکی می‌داند برای از بین بردن حاکمیت کشورهای منطقه کارائیب، نمایشی که مکس بلومنتال، روزنامه‌نگار آمریکایی هم هدفش را گسترش دامنه
تلاش‌های آمریکا برای تغییر رژیم از ونزوئلا به کوبا دانسته. جنگ علیه مواد مخدر ترامپ در کارائیب پوششی برای دزدیدن نفت ونزوئلا و دامن زدن به تغییر رژیم از کاراکاس به هاوانا است. کایل ادوارد کولینسکی، مجری آمریکایی با شبیه دانستن این اقدام ترامپ به رفتارهای جورج بوش رئیس